حاضر چسبی دهانت را میکشایم، اما داد نمیگویی. با تو معقول؟ من یاسومان نیستم. فکر میکنی نمیدانم، لیکن با او خیلی مانندی. التجا دارم، التجا میکنم. از این خاطر در روزی تولدی یاسمین در وقت ساعتش میمیری. وقت نزدیک میشد. خوش باشید. ساعت چند شد حالا هم بیدرک؟ خانه نرفته است. اینجا هم نآمده است. کسی خبر ندارد. کجا شد این دختر؟ اگر یگون فلاکتی میشد خبر میافتیم. نمیدانم که برای نجات یافتن از هواپیما خرسند شویم یا اینکه برای گم شدنش غمگین شویم. استاد میبخشید اگه دقیقه شما رو ممکن؟ ای بچه، اینجا عاقلخانه است مگر؟ یک بچه کلان تق تق نکرده میدرایی. میبخشید استاد. ها، بخشش گفتی و با همین کار تمام شد؟ استاد میدونم وقتش نیست و اما بیا رفتیم. حالا هم از پینار خبری نیست؟ نه، گویا که به قهر زمین در آمده باشد. فهمم. استاد پگاه روزی تولد عایشه خواهر نرگس است. آخر هفته است. فکر میکنم که شما هم آمدن میخواهید. میدونید که نرگس شما رو خیلی دوست میدارد. مراد، احوال خودت میدانی. یگون پیشروی دیده شود و از این درد خلاص شویم حتما من میآیم. استاد در اصل باز میخوام یک چیز دیگر رو پرسم. چه هدیه گرفتنم رو نمیدونم. یگون چیز نیافتم. شما چی توصیه میدید؟ از همه بهتر آن چیزی که دلت میخواد، لیکن اگر خواهی هدیه را از نام هر دویمان من میگیرم. خب معلم شما بهترینید. استاد سورپرایز را فراموش نکنید. مایلش خیلی تو بزدید. نرگس از تو یک خواهش دارم. چی خواهش؟ در این دست نوارهای مکتب است. باید در فیلم کوتاه جا کرده شود، لیکن تاریخ روزش عوض کرده شود. تاریخ روز گفته؟ در نوار نوشته می شود که این نوار از فلان تاریخ. خوب، لیکن من تجهیزات ندارم آخر. نباشه من از خودم را به تو میدم. می شود؟ می شود. تشکر. کجا بودی؟ دستویی رفتم. بیا رویم نباشه. همین مسئله پول سرم رو گرم کرد. کی پول دارد که باعث داشته باشی؟ ای وقتایی با پدرم بودم به هر وسیله صاحب پول می شدم. مسخره نکنید. به پول نه آبرو داری نه نام و نشان. آهسته راه گردیم تا این احمق‌ها گذرند.
کجا رفته؟ از کشتنی من فایده ای به تو نمیرسد. مرگی من نمیدونم کی رو زنده میگردوند، اما یاسمین رو بر نمیگردوند. دنیا چونین بی‌وفا است. خواهرم بود، خواهری زیبایم. هرچند من مردن او رو نمیخواستم، اما مرد. مادرم گفت که تو او را کشتی، لیکن من گناهی ندارم. فهما، تو تنها آرام شو. من به تو باور میکنم، همه گفته هایت رو باور میکنم. دروغ. کسی به من باور نمی کند بغیر یاسمین. این آخرین امتیازم. اگر تو را نکشم در وقت و ساعت روز تولد یاسمین وی بر نمی گردد. دیوانه میشوم. هیچ چیز رو نمیفهمم. تا حال از او خبری نیست. در اینجا مثل کسی دست و پا بسته کاری نکردن مرا دیوانه میکند. معلم آذن با صبر باشید، خودتون رو نگه دارید. پلیس ها حتما پینا را مییابند. فکر شما هم پریشان. من نیز از این واقع مشوشم و نمیخواهم معلم آذن فهمند. کمی فکرتون رو به دیگر چیز بند کنید. دیگر چیز رو فکر کنید. مثلا دادرتون رو. یکون خبری هست؟ فکر دادر هم پینا را پیش نظر می آورد. نفهمیدم. شاید بپرسید. پینا را چون خواهر خود دانستم، اما خواهرم نبود است. تنها یک تصادفی که در دستش پی داشته است. پگا با مایدهک چه هدیه میگیری؟ پگا زادروز آیشه؟ میدونی؟ تو از کجا میدونی؟ آیشه 22 دکبر، محمد 9 اکتبر، تو 24 می. فراموش نکرده ای. همه تاریخ خود در خاطرت میماند. تنها بعضی اشون رو. چرا از ما رو فراموش نکرده ای؟ یعنی از من و دادرهایم. زیرا من پایسترانی نمیشود. زیرا تو چی؟ زیرا من حفظ کردن تاریخ را دوست می‌دارم. بیا رویم نباشد، وقت هم گذشت. سحر با من یک چند مراتبه سوال کرد که پگاه در روزی تولدم چی سورپریز میکنی؟ پس سین 5 رمضان آسان نیست. سین سال وزنی. خیر سورپریز میشود. شیرینی میکنم، اما اگر بیند این علاقه سورپریز نمیشود. این خیلی باشد آنها را به باغ میبرم. انسان خوبی مراد.
کوچی فکر میکنه که از این کار با آسانی رها میابی. اکای مراد بهتر نشد زود با خونه ما میومده و باغ میرفته. اپام دایم دبایش موقع میزند. راست؟ مثال چی میگوید؟ اکای مراد دبان آمد لازم ما با مکتب میرویم. بچه ها و یک جایه به باغ میرویم. مایلش در اسپکو سوار میشیم ها؟ اکای مراد چهرهتون سرخ شد. زود باشه. یک بار بخت برایمون میخندی. ما هم صاحب ماشین میشدیم و نزد دخترها فخر میکردیم. تو ماشین رو در خوابت میبینی. این خیلی نگو اکا. تقدیر برای ما هم میخنده نه؟ البته میبینی. این همون قانون ما نیست؟ نه با مثل اقلاش رفیق رو یافته است. در این سین سال اقلاش تنها به فریبیدن کودکان میرسد. رفتیم کودکان رو نظارت کنیم. باز هم تستر اکای مراد. باز هم تستر. نه اگر رفته دفعتون مرا نمیمونه زندگی کنم. اپام منو فراموش کرده. مایلش بچه ها من در همین جا مایلش شما بازی کردن گیرید. بیا رویم اکا. شما روید من کمی دیگر نگاه کنم. رفتیم. سلامت باشید. تشویشتون دادم. هیچ گبلی. مرحمت کلیدتون. تشکر. شما نمیدروید؟ در این وقت غمگینی عائله پینا رو ناراحت نکنیم بهتر. شاید یکون روز دیگر. اگر از پینار خبری شد البته خبر میدهم. بار دیگر تشکر. ببخشید. مرحمت خاله جان. خدایا اینقدر کودکاری زیبا برادرهایتان. دادرهای رفیقم. امروز من آنها رو نگهبانی میکنم. مادرشون چی؟ مرده است. اکای مراد پیشاب دارم. رفتیم نباشد. نمیخواهم رفتن. نمیخواهم. ای خدا. خاله جان من این رو به حاجت خانه برم. شما کودک دیگر رو 5 دقیقه نگاه کنید. مایلش نگاه میکنم. تو خوش رو چه بازی کردن گیر. مایلش حاضر میویم. بیا رفتم. خوش آمدید. چی خدمت کنم؟ سلام علیکم. برای یک دختری که خودکک توفه گرتنیم لیکن خودتون چی انتخاب کردید؟ باز خوابت نبود. شکشون همه جا تالیب میشه. من میترسم. این برای تو. دیگر شبها نمیترسی. این چیست؟ برای آن که زود خوابت برم.
تشکر اکنون میدونم که چی تحفه گیرم. اویشا ماما از کجا میدونید؟ درباره تو همه چیز رو میدونم. حتی میدونم که پگاه روزی تولدت. شما کی هستید؟ بیا برای روز تولدت هدیه گیریم. بازی چه هالوخ تکالی بازی نوه. رفتیم. بیا رفتیم. آقای مراد اویشا کجاست؟ نمیدونم محمد. میبخشید این دختره که مایده ها که بود شما ندیده؟ نه ندیدم. میبخشید اینجا دختره که مایده ها که بود شما ندیده؟ ندیدم. میبخشید اینجا دختره که مایده ها که بود شما ندیده؟ نه. خدایا دیوانه میشوم. لبای معلم منم مراد. شد مراد مسئله هدیه حل شد. این مسئله نه معلم. با دلارهای نرگس با باغ اومدیم تماشا. اویشه رو نمیابیم گم کرده این. چرا گم کردی؟ نمیابم معلم نیست. چیکار کنم نمیدونم اکنون. همه جا رو دیدم. ایست کمی آروم شو. من میایم. مرا انتظار شو. مالش معلم. در کجای خونه شم بود. شمها اینجایم. اینجا یکم دخترچه خردکک رو ندیدید؟ نه ندیدم. نیست معلم. در این طرف هم نیست. کسی ندیده است. در کجا باشد؟ اوف نرگس مرا میکشد. چیکار کنم؟ نرگس شاید خانه رفته باشد. چقدر گم کردم. این چی گپ گم کردم؟ نرگس آرام شو. این کاری تصادفی است. معلم چقدر آرام شوم؟ خواهرم نیست. بعد از باغ یگون جایی میرفتگی دارید یا نزد یگون کس؟ نه معلم یگون جا رو نمیدونم. نرگس باید با پدرت خبر دیم. به پدرم چی میگویم؟
گمی هواپیماها بینان از چند نجات یافته است اما تا حال از او درکی نیست. مسئولان دختر جوان را لبای تاکسی دادا دخترم دادا زود به خونه بیا التماس. چی شد دختر؟ یگان چیز بد شده است. آیشه نمیدونم کجاست، در باغ گم کردیم. چخیر گم شده است؟ چه میگویی؟ نمیدونم کجا را کوبیم. زود میایم. از خونه نبر اومدم. تیزتر بیاید یک جای میکوبیم. مایلش لیکن در بیرون تاکسی نیست. یک ماشین است لیکن راننده نیست. دادا میدونم که بعد از صدمه بار ماشین نرانده اید، لیکن با ماشین کوفتن آسان‌تر میشود. التماس دادا زودتر. خب چقدر نوشم دستایم بکشو. تو چی مرا احمق فکر کردی؟ نمیخوام. اختیارات من خودم میشم. برای توفاهاتان تشکر. مبارک شود. اکنون خانه رفتن خواهم. چرا؟ نمیخواهی با من باشی؟ اپام یاد کردم. میدونی چی؟ بیا یک جای رفته خوراک خوریم. سمبوسه یا چیزی که دلت میخواهد. نگوی رفتیم. خانه رفتن میخواهم. کودک دزدیدن جزای جدی دارد. خطا نکنم از 10 سال زیاد است. تو چی ها میگویی؟ وای دختری من است. نه مادر نموده است. شما خودتان شنیدید؟ اگر راضی هم میشد باور نمیکردم. شما رو در بیرون مکتب دیده بودم. بعد در باغ البته که باز بردن آیشه رو دیدم. یک فکر کنیم مادامی که آیشه خواهر نرگس است، پس برای دیدن نرگس بیرون از مکتب او را نگاه میکرده، لیکن مادر آنها نیستید. مادرشان مرده است. تو چی میخواهی؟ مقصدت را گوی. خوب شد از آقای مأمور. تشکر. تا 24 ساعت نگذرد چون گم شده اعلان نمی کنم. چه شد؟ خبری هست؟ دادا نه خبری نیست. آرام شو دخترم، میابیم. معلم چه شده است؟ در کجا گم شده است؟ در باغ بازی میکردند. آقای اشر به محله تقسیم شویم، شاید یابیم. دو رفته نمیتواند. مایلش معلم، من با ماشین آمدم. نباشد مراد، تو طرفی مسجد بیرو، کوچه ها و باغ ها را با دقت از نظر میگذرانی. خوب؟ مایلش معلم. من این طرف را میکابم. نرگس تو و محمد در خانه بمانید. من هم بخیر است انشالله. بیا جانکم، بیا. ای دخترم، بیا.
نگاه کن اینجا افیون. اینجا 2 سال موندم. حالا هم کودکان اینجا مرا میکوبند. خیلی زیبا. در اینجا هم علی هست با رفیقانش. همونه که از طرف چپ. چقدر کودک شیرین. کاش که همان وقتا میشناختم. چقدر جدی است. اقلا تبسم نکرده است. از برادرانش جدا بود. شب و روز همیشه از آنها مکتوب انتظار بود. در چشمان معلم علی دایم غم. صاحب قلب صمیمی است و بسیار غمخوار است. میدانم. بابا جان، من به شما چای دم کنم؟ مرحمت معلم. تشکر. جانکی من. اگر با تو یگون گپ میشد من چیکار میکردم؟ با الله هزارها بار شکر. آیشه جان، با تو سوالی دارم. بعد از باغ کجا رفتی؟ بازی میکردی؟ بله. خودت تنها گشتی؟ در نظرت کسی نبود؟ یه خاله بود به من لباس و بادی که خرید. گفتی تبازات روز داری. اوی بسرمان چی بلاها آمد. و این خاله رو میشناختی؟ همان زن رو قبلا دیده بودی؟ با اپات دادت و یا با خاله حسنیت بگوی؟ آفرین به تو. آقای یشر، این زن کی باشد؟ نمیدانم. نرگیس؟ معلم به خدا من هم نمیدونم، حیران شدم. آیشه رو تا به خانه رسانیده است. معلوم است که آدمی بد نیست، لیکن باید مواظب باشیم. معلم آزن؟ الو؟ معلم علی، پینو رو سنجر دزدیده است. از ثبت نواری فرودگاه دیدم. شما چه ها میگویید؟ وقتی شام به سوی دهه جمهوریت به انبوری برده است. همیشه خبر دادم. من با پلیسا به اونجا میروم. چی؟ به کجا؟ به کجا میروید؟ همین که به گردش دهه جمهوریت رسیدی زنگ زد. شد. من به اونجا میآیم. باید هر چیز زودتر بروم. تنجیست معلم؟ جای پینار معلوم شده است. پلیسا با اونجا رفتند. معلم تعجیلی باشد من برم. آقای یشر خیلی خوب. هیچ گپ نه معلم. گید. خاله نقد بود من نترسیدم. به حسیفا خبر میدم. خیلی غمگین بودن. معلم خیلی شد راستی ماشین نمیرانم. انشالله زود میرسیم. آقای یشر لطفاً با دقت باشید. کاش عاقبت کار به خیر شود. بله معلم. شکر این ترس هم پس سر شد. پلیسا در راهند. چرتایی وز کن. تو نترس. من مزه این رو در بیمارخانه زیاد چشیدم. از این پس من چیزی که گویم همان رو میکنی. میبخشی کمی دخلی کردم. من همه بودم چنین میکردم. حق بر جانب توست. برای بخشیدن تو پگاه به خانه میویی، خانه رو یک جای او رو میدهیم.
لبای گوکن شنیدم پینا رو باز همون دیوانه دزدیده است. پلیسا حمله کردن. خلاص میکنن. تو حالا در کجایی؟ در اینجا با رفیقان صحبت داشتم. آنها گفتن. آنها کی گفته است نمیدونم. کی گفت نگفت اهمیت نداره. تو بازدید. میبخشید دیگر دور رفتن نمیتوانید. حادثه شده است. دیگر کسی را نمیمانه. میدونم. من رفیق خانم پینار هستم. مایلش لیکن پیاده میروید. معلم من چیکار کنم؟ آقای یاشر شما خیلی زحمت کشیدید. تشکر. باز از کارتون دیر نمانید. خدا نگهبان. انشالله خانم را نجات میدید. سنجر میدونم که آنجایی و بیرون برو. تسلیم شو سنجر. چی شد؟ چی گپ شد؟ دریاتا است. انتظاریم. با دقت همه میرسونیم. در دست سلاح دارد و باز گروگانی دارد. همه با دقت باشید. گوشوید. میدارید. تازه پلیس هیچ کس نیست. تازه اینجا هم تازه هیچ کس نیست. خب رفتیم. کمیسر اینجا هیچ کس نیست. خالی است. به همه رسونه. اینها از خانم پینورند. بله. معلوم می شود که از دستمان رفتند. گریختند. برای کار اولین مشتری پیدا شد. با کجا میرویم جناب؟ تو راندن گیر بعد گپ میزنیم. خوب شده است جناب. خانم اولادم با من شناس می نماید لیکن نمیدانم از کجا. شناس بودنش احتمال ندارد و اینم از خارج آمده است. خواهرتون خیلی خوب. من هم 2 دختر و 1 پسرش دارم. انشالله مثل شما یک دیگر فهم می شوند. خیر شد گپ رو زیاد نکن. ما انتظاریم. شاید وای دیوانه کایها جان پینو رو گرفته است. اگر این کار رو میکرد بر وقتتر میکرد. مقصد این آدم دیگر چیز است. کجایی که نروی آنجا علی حاضر است. فکری او را مکن. پینا رو باید هرچی زودتر یابیم. میراث از دست میرود. میراث. اگر پینار مرد چی میشود؟ میراث صدقه میشود. باید یگان علاج یابیم. چی باید کرد؟ چی کار کرده میتوانیم؟ پلیس همه جا رو جستجو دارد. نباید شنیم. اعلان. ها اعلان دادن لازم. اعلان گم شده. یابنده رو مبلغ میدهیم. در حقیقت درست. این به فایده کار است. امروز خیلی خوشنودم. خیر شد. یک زادروز بود است. نه تنها این. پدرم بعد چند سال باز به سر چنبرک نشست. انشالله دیگر روزها هم می شود.
фикр мекунам ки ҳамаи кор шуд то омадани холаи ҳусния ва дадан биё наворҳои сабзкардаи ҷеренро бубинем. марҳамат апа, хизмат. бубахшед, нафареро ки ба телефонҳо ҷавоб мегуфт. акаи яшарро. акаи яшар акнун бо таксӣ мегардад. нахо. бале, мо ҳам ҳайрон шудем. ягон хизмат буд, марҳамат. кӯдакҳояш, ман рақами телефонашро мумкин аст? کسی ما رو در اینجا نمی‌یابد. اگر تمام دنیا رو کوباندم اینجا جایی است که به گوشه خیالی کسی نمی‌آید. فهمو؟ медонед муаллим, агар дар эълон маблағ қайд шуда бошад, ҳама ба расм ба диққат нигоҳ мекунанд. дуруст, ҳақиқатро мегӯед. лекин инсон бояд кӯмак карданро аз ҳама чиз боло донад. касе ин корро кунад ҳам пул меёбад ва ҳам кори хайр мекунад. муаллим, об биёрам менӯшед? не муаллим, ташаккур. масъалаи маблағ хуб нашуд. агар пиноро ёбанд, аз мо пул талаб мекунанд. оча, ҳамин санҷари девонаро акаи пинор махсус супориш надода бошад барои мерос, барои пулу мол. бародараш оғои алӣ чӣ шуд? не, ҳеҷ чиз. аз дастам афтид, мебахшед. майлаш, ҳеҷ гап не. ҳозир мерӯбам. алло? фаҳмо, меравам, лекин рақами маро аз куҷо медонед? лекин зудтар меоед. алло. овозамон дар истанбул паҳн шудааст. лабай. салом алим али. ба таҷлили зодрӯз мерасида бошем? мурод, аввал як дӯстамро мебинам ва сипас ҳатман ба назди шумоён меоям. хуб? майлаш муаллим, пиноро ҳам наёфтаи то ҳол. бачаҳо гуфтанд? хеле афсӯс. хай муаллим, худо нигаҳбон. бо кӣ суҳбат доштӣ? мумкин ба зодрӯз як мусофири дигар ояд? кӣ? намегӯям, вагарна сюрприз намешавад. аҷоиб. биё наворо бубинем. биё бубинем. ту тамошои филмро дӯст медорӣ? бале, бисёр дӯст медорам. набошад ягон рӯз синамо меравем. кай? ягон рӯзи наздик. майлаш. рӯз ба хайр, хонум. салом, яшар. насрин? бо кадом рӯ пеша мебароӣ? ту чӣ хел одамӣ? чанд сол сабр кардам, аммо дигар сабр карда наметавонам. фарзандҳоямро мехоҳам. ҷо, навақт даромад ки фарзанд дорӣ. солҳо куҷо будӣ? партофта рафтӣ, онҳоро ман нигоҳ мекардам. бале, партофта рафтам. чандин солҳо гузашт, зеро доимо маст будӣ, бекор будӣ, маро мезадӣ. модарамон куҷост гуфта пурсанд, ту чӣ ҷавоб медиҳӣ? модаратон мурдааст гуфтам.
دروغگویی نابکار. من از عائله جدا شدم. کار هم دارم، خانه هم گرفتم. همه دروغ هایت فاش می شود. فرزند خوایم را می گیرم. خیال هم نکن. من اجازت هم دهم نرگس در دولم راضی نمی شود. نرگس کودک بود. به او دروغ گفتی. فراموش مکن. آنها احتیاج به مادر دارند، نه به مثل تو پدری بیناموس. بس خاموش شو. فرا از ماشین. نمی فرایم. اگر با خواهش خود ندهی من به سود مراجعت میکنم. فرا از ماشین. فرا از بچه ها دور باش. میبینیم بعد از این چی میشود. اما که جمال هوشم پریشان. پینار برادر داشته است، اما گفته بود که من و تو برادر شده نمیتوانیم. پی آن دست نمیدانم. پسرم، اگر پینار خواهرت باشد آماده نیست که برادرش را قبول دارد. نمیدانیم که چی ها فکر کرده باشد. انشاءالله هر چیز زودتر یافت می شود. در یک حالت خوب به اصل مسئله را میفهمیم از خواهرت پینار. راست میگوید اما که جمال، ولی به او چی خیلی من میگویم نمیدانم. همه کار دنیا از خواست خداست. چی و در کجا همه از روی تقدیر. نمیدانیم که به چی رو به رو میشویم. این گفته‌هایتان درست است. سبب دودی آتش شد و من به خانه نرگس وارد شدم. فاجعه این عائله مرا به کجاها برد. شکر نجات یافتند. شناختم. همان راننده تاکسی نیست؟ همان راننده‌ای که رانندگی را بس کرده بود و حالا حاضر دوباره سر کرده است. بله اما که جمال. بخیر باشد. در رانندگی یگان دشواری به نظرش نمی رسد؟ در کارش کمبودی نیست، برعکس بهبودی به چشم می رسد. به خودش اعتماد دارد، با جرأت تاکسی می راند، خود را خوب حس می کند. شکر همش خوب است. حیات با پستی و بلندی پر است. من در راه راست هستم. کارم خوب است، خاطرم جمع. بزرگانمان میگوید که از منمنی ها ما به جای نمی رسیم. برای چی؟ وی خطاگی هایش را فهمید. نوشاکی های مسکننده به او بدبختی آوردند. به فکرم دیگر هیچگاه به این راه نمی رود. آهسته آهسته در زندگی راه خود را می یابد. خیلی عجیب. تا آمدن تو کاری را آغاز کرده بودم. آیدی موضوع ماست. فکر تو چیست؟ برایت جوابش را خودم میدهم. بفرمایید. معنایش دشمنی اشدی تو در میان دو ابرو است. بین دو ابرو را دیده نمی شود، اما هیچ کس این را به نظر نمی گیرد. بین ابرو را تنها در آینه دیده می شود. با آینه خوب ارتباط کنده شود، دیده نمی شود. انسان آینه را که دائما عیبش را نشان می دهد همیشه مد نظر می کند. بر دوام نگاه کردن به آینه دشوار است. بله، معمایی را با آسانی حل کردن گفتن منیست. حلی نادرست هر یک معما زمین یخ کرده ای را میماند که هر لحظه انسان را میتواند از پای افکند. پس چه چاره؟ آینه وجدان را که دائما با نفست روبروست کشاده نگاه دار تا وقتی افتیدن از دستت گیرد. با رفیقان همیشه خوب بودن، وگرنه نفس بر انسان غالب می آید. انسانیم با بعضی ضعیفیمان. اگر باز با دردمون تنی تنها مانیم، یگان دوست یافت نکنیم، در چنین احوال کی نزدیک می شود؟ درست.
دروغگویی نابکار. من از آیله جدا شدم. کار هم دارم، خانه هم گرفتم. همه دروغ‌هایت فاش می شود. فرزندهایم را می گیرم. دادم جواب نمیدهد. در کار است ممکن. لیکن زادروز رو میداند. خوابشان برد. میخوابانیم. باز تو از کجا پیدا شدی؟ همه خوب بود. از کجا برآمدی؟ لعنت به تو آخر. فرزندهایم را میگیرم. اگر با خواهش خود ندهی من به سود مراجعت میکنم. دادم اومدن. در اینجا تفلک زادروز دارد؟ معلم بیایید خوش اومدید. معلم زحمت کشیدید. مرحمت. سلام مراد. سلام معلم. آقای یشر نیستند؟ معلم دادم ناومدن. آیشه غمگین شد، بر وقت خواب رفت. با اون کس زنگ نزدید؟ زنگ زدم اما جواب نداد. خواطر شدم. یا خدایا. دختر جان. دادا عرق نوشیدید؟ شما رو پرستاری کرده نمیتوانم. پدری کرده نمیتوانم. اما کی یشر؟ دادا چرا نوشیدید؟ چرا بعد اینقدر وقت باز نوشیدید؟ اوه معلم علی خوش آمدید. گذارید چی خوش آمده. یک روز مادرت آید شما رو از من گرفتن خواهد. میروید؟ دادا چه ها میگویید؟ مادرم مرده است. من این زن رو میشناسم. چی؟ در ماشینم نشست. در ماشینتون؟ آقای یشر این خیلی مهم است. او را به کجا بردید؟ دادا؟ نفر با او بود. دادا؟ با آنجا بردم. دادا؟ اما کی؟ آقای یشر. دادا؟ آقای یشر. اما کی یشر؟ آقای یشر. آقای یشر. مراد دکتر رو چک زن. دادا؟ آقای یشر. آقای یشر. دادا؟ با پدرت برو. شما اینجا باشید. رفتیم. بیایید رفتیم.
از دستمون هر چی می آمد اجرا کردیم. عصبش از نوشاکی آسیب دیده است. یک ضربه روانی جدی دیده است. انتظار میشویم. حیاتش در خطر است. کی به حالت گپزنی میآید؟ آقای دکتر، یک مسئله جدی به این خاطر نمیدانم. یعنی حاضر جواب نمیدهم. از حد زیاد نوشیده است و گفتن مشکل است که بیمار کی به خود میآید. انتظار میشویم. فهما؟ انتظار میشویم. به هر حال برای پهن کردن اعلان‌ها به مطبع سفارش دادم. دعا کنیم که به هوش آید. اگر به هوش نآید کار دوباره می شود. پینار گفته بود که دختر خواند است. در چند سالگیش به خانه شما آمد؟ در 5 سالگی. کودکی پینار چگونه بود؟ بسیار بازی میکرد. پینار کودکی بهترینی بود. در حقیقت دویما من بیادبی میکردم. او باشد خاموش بود. او باعث زحمت شما نبود؟ نه. یک چیز در یادم است. یک ثبت عجیبی داشت. هر شب پیش از خواب آن را گوش میکرد. ثبت؟ بله پیش از خواب میترسید. خیلی ساکن میشد. خیریت که ثبت ویران شد، ما هم راحت شدیم. خوب چای نوشی میروید؟ خداحافظ. خوب خداحافظ. احوالت چه خیر؟ حاضر خوب هستی؟ میدونی که در نزدم بودنت خیلی مهم است. نه نمیدونم. نخواد؟ ها البته، لیکن گفته نمیتوانم. شرم میدارم. با امیدی من از درس زیر نمونی. بعد از درس نزدت میایم. مالش. نرگیز، لبای سخنهایی که پدرت آیدی مادرت گفت مست بود. چه گفتنش را نمیدونست. مادرم مرده است. مرگش را قبول نمی کند. پهن کنیم. در امرو جان. دقت بچه ها شما وضعیت رو خیلی خوب میدونید. خانم پینار حالا یافت نشدند. اگر این اعلان ها رو چقدر زیاد پهن کنیم همون قدر امتیاز یافتن پینار خانم زیاد میگردند. 10,000 مبلغی خیلی کلان. خیلی خوب. پولی کلان با این کار همراه میشوی؟ به عقلی نکنید. نفری رو که پلیس ها نمیابند شما میابید. میابید یا نه؟ برق تو هم با ما کمک میرسونی؟ البته معلم.
лекин ман барои пулу мол не эълонҳоро паҳн мекунам, аммо шарте дорам. چی شرط بوده است؟ با من خوراکخوری میروید؟ خوب برق، اگر تو به جستجوی خانم پینار کمک رسانی تو رو با کدام خوراکی که میخواهی ضیافت میکنم. برق راضی هستی؟ بگوی. از یه چیز بهتر است. قبول. باقی مانده اعلان از شما. بچه ها رفته باقی مانده اعلان ها رو از اتاق معلمان بگیرید. معلم ملک راضی شد. التجا دارم این کارو نکن. با گفتی تو کجا شدنش ممکن؟ با کشتنی من. خیر تو بزدید؟ در اینجا ما را هرگز نمی‌یابند. به فکرت ما در کجاییم؟ دیگر حاجت انتظاری نیست. او به هوش نمی‌آید. با فکر من هم اینقدر وقت تمام راستی بیهوده گذشت. درست میگید معلم علی. ما میرویم. اختیار دارید. من همینجا میمونم. نرگس را تنها نمیگذارم. بیدار شد. محمد، عایشه، نرگس. من اینجا هم دادم. من در کجایم؟ چه شد با من؟ در بیمارخانه. خواطر نشوید، همش خوب است. بگویید پینو رو دیده اید؟ کی رو؟ این رسمی کیست؟ شما میشناسید؟ این دختر با نفر و تاکسی سوار شدند. آقای اشر آنها را تا کجا بردید؟ یادتون هست؟ من با مکتب بردم. با مکتب نرگس. جای آخرینه که ما جستجویش نکردیم. معلوم می شود که مکتبمون. وقت خیلی کم. آمدن یاسمین نزدیک می شود. کنی پیش از مرگت یگان چی گفتن می خواهی؟ با کشتن من یاسمین زنده نمیگردد. کار را دشوار نکن. همه چیز زود انجام یابد. کمیسر یافتین. زود با مکتب گروهی روان کنید. التماس زودتر.
با دقت باشیم. اگر در اینجا بودن ما رو حس کنند، بغیر از پینار باز به دیگر طلبه ها نیز فلاکت تهدید میکند. комиссар ҳамаи биноро дар ихтиёри ту гузоштам. ягон масъулиятро ба зимма намегирам. агар ба тори мо як талаба зарар расад. шуд муҳтарам мудир. амалиятро сар мекунем. итоат. دوستان فکر میکنم که این اعلان ها رو در همه جا پهن کنیم. این آدم در دو عالم دیگر به این طرف خوب نمیگردد. راست میگه جورا. دیوانه رو نپیش کرده بودن. دوباره در اینجا نمیگردد. همین خیر میگوید. چیزی در خفه نیست؟ من هیچ نمیفهمم که این احمق با کدام عقل باری دوم معلمه پینار را بیدوزدن. نرگس چیکار کرده باشد؟ این زن شما رو میپرسد خانم نجمیه. نسرین این تو هستی؟ منم نجمیه. وای 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 چند سال شد که یکدیگر رو ندیدیم. کجاها رفتی که دوباره نآمدی؟ یگان وقتی مناسب صحبت میکنیم. با دقت مرا گوش کن. یشار به کودک‌ها گفته است که من مردم. میدونم. آخر تو که به نام و نشان شدی بیچاره یشار دیگر چی میگفت؟ یشار کاری خستش را کرد. به کودک‌ها خیلی هدیه روان کردم. لیکن همش را پس گردانید. آن وقت دست کوتاه بودم. به پدر محتاج بودم. نباشد گیر فرزندهایت را. والله به مادر کلان شدند. نرگس هم بسیار عصبی است. نمیدانم چی میشود. میدونم از من نفرت میکند. اما چی که نباشد من مادرش. این کار تا کی دوام میکند؟ واخوری باید کرد. بعد جنجال با یشار دیگر به آن خانه نمیروم. بهترش در همین جا واخوریم. نباشد بیا. در اومدن نمیموند. محمد ما زنکی بیچاره در آید وگرنه از راست ایستادن هوشش میرود. شد مایلش گذاریم. ای خدا نقص کردی که آمدی. به خدا که نقص کرد. دادا چرا باز نوشیدید؟ چه غم دارید؟ خطا کردم. شیطان را گوش کردم. فکر کردم دردم سبک می شود. چرا این فکر کردید؟ روزی خورسندی همون بود. مرا ببخش. ده دقیقه. ببخشید. مرحمت خاله جان. من نسرین کراچ مادری نرگس شانلوی صنفش رو میخواستم. فهمو یک دقیقه. دادا وعده دهید که دیگر هیچ گوه نمی نوشید. التجا دارم دیگر ننوشید. وعده میدیم. غیر شما هیچ کس نداریم. چی شد دادا؟ دخترم یک چیز میگویم. مبادا مادرت روبرویمون آید. باز به این موضوع برگشتیم. شما رو از من گرفت چی کار میکنید؟ زمانی که ما رو پرتافته رفت مادرم برایم مرد. دادر و خواهرم رو من و شما کلان میکنیم. کودک و مادرم رو حتی در یاد ندارم. بخشش داده جان.
баъдан ба ҳуш омаданд. خورسند شدم. چرا این خیال کردی؟ چرا؟ دوست میشمردمت. و یکدیگر باور میکنیم. چرا درباره مادرت دروغ گفتی؟ چرا گفتی که مادرم مرده است؟ مادرم مرده است. نباشد کیست آن زن در نزد کاتبه؟ من مادری نرگسم گفت او. این آشیانه تازه است. شد. در کجا باشد؟ پینار را در کجا پنهان کرده باشد؟ شاید جایی است که کسی آنجا را نمیداند. در انبار. انبار. سنجر یافت شد. سنجر در انبار. همه گروه را به طرف انبار فرستید. خوب شده است. امره پول از ماست. چی گپ شد؟ بیایید زودتر. ایستاد. کجا میگریزی؟ نترس، همش خوب میشه. ایست. ایست. نگریز. نگریز. ایستو میپرونم. ایستو. چه بیا مراد نزدیک نشوید. نکن. نزدیک نشوید. دختر رو میکشم. میکشم گفتم. میکشم. نرگس نزدیک نشوید. دختر رو سرده. سرده گفتم. یاسمین رو به من بیارید وگرنه این دختر میمیرد. نترس نرگس. نزدیک نشوید. نزدیک نشوید. دخترم. شد. یاسمین رو فریاد کردیم. حاضر میآید. با من فرق ندارد. دختر رو رها کن. میکشم گفتم. او رو میکشم. دف شوید. ایستید نروید. دخترم رو سرده. التماس میکنم. دخترم رو سرده. با خوبی نزدیک نشوید. گفتم که او رو میکشم. نرگس دخترم سرده. مرا بگیر. دخترم رو آزاد کن. نشوید میگویم. میکشم آخیر. دف شوید. مرا بگیر آخیر. دخترم رو آزاد کن. هدفت انیک باشد میپرونی. اگر دختر رو سر ندید. میگویم که دور شوید از من. میکشم. میکشم. اینجا بیا. شد زاری نمیکنم. دف شوید همتون. میکشم او را. میکشم گفتم. میکشم. دف شوید. دف شوید. دف شوید میگویم. دارد. سر ندید. سر ندید میگویم. دف شوید نمیتونم. دخترم. مادری من مرده است. مرده است.
شفای کامل. شفای کامل میخوام. تشکر. معلم وقتتون هست؟ رفتیم، خیلی مونده شدیم. آن کارهایی که برایم کرده اید شنیدم. برای خدمتتون تشکر. کاری نکردم. خیریت شما رو سلامت از دست این دیوانه خلاص کردیم. معلم بعدتر مورد این موضوع با شما صحبت کردنیم. خیلی خوب. موضوع چیست؟ تشکر. پینو خودت رو مونده نکن، دیگر وقت صحبت میکنید. این برای شما. بیا زودتر میرویم. تشکر معلم. چه این رو میموندید؟ این از کجا برمان؟ این دیوانه در تک بینی همون بود است، ما ندانستیم. مادری نرگس پیدا شده است. بله دروغ گفته است. بعد آن حادثه پرجله و این خود واقعه ها عادت کردیم. شوخ است. مرد بیا از حد نگذران. معلم بچه ها یک دقیقه. فکر میکنم این کاری کرده سنجر برای شما درس عبرت شد. با انبارها باید دقت داد. برق هم در حقیقت جسور بوده است. معلم در مکتب کامیراها باید گذاشت. درآمد و برآمد را جدی نظارت باید کرد. همه اینها محدودیت دارند. خواهد موضوع را باز هم جدی‌تر ببینیم. برای همین یک سورپرایزی برایتان آماده کردم. طبعی همه باریده است و از این رو خواستم سنجش گذرانم. البته اینکه هم امتیازی است برای پیشرفت بهای شما. چون این امکانات در حیات انسان بسیار می شود. سوال ها مشکل نیستند. من کمکتان میکنم. با اون کسانی که کوشش میکنند یاری را برایتان البته دریغ نمیدارم. همینش نمیرسید. معلم چی گپ خودش؟ به این سوال ها نیز جواب ها هستند. اطمینان دارم که شما از آنها واقف هستید. چطوری که گفتیم با طبع خوش کمی زحمت کشید و 2 برابر بها گیرید. یعنی 5 و باز 5 تا آخری درس وقت در اختیار شما. شوخی میکنید؟ من امروز سخاوتمندم. چی بنویسم در؟ افسوس کسی سزاواری بهای اعلا نشد. یعنی چی خیل؟ سزاواری کدام بها معلم؟ شوخی خوبه بود معلم. در آخر شما هم درس را مسخره کردید. من درس را مسخره نکردم. شما خودتون جدی نبودید. حتی برای رو بردار کردن به شما امتیاز دادم. حالا باشد کمی به من دقت کنید. چیز بهتری که در حیات مشاهده می شود این آموختن دنیاست. وگرنه فریب و نیرنگ هم قدم ما می گردد.
دنیا به ما چطور می‌نگرد و ما در جواب او چی میگوییم؟ ما برای خودمان معما هستیم و خود را همیشه محکوم میکنیم. ناامیدی ها پیگیرمان میشود. این برایمان حقیقت تلخ است که پشیمانی ها میآورد. چی میخوری؟ حقیقت را. ممکن کم پول برای خاموشی. حقیقت است. من مادری آیشه. تو آیله یا دوست داشته نداری؟ بگیر. پدرشان نمیگذارد که با آنها بخورم. تو مرا بفهم. اینها همه شوخی بودن، فهمیدی؟ من شوخی کردم. با کسی چیزی نگوی، میلش. بعضی ها راه نادرست را پیشه میکنند، ولی برای بعضی ها که از نزدیکانشان دورند یک فاجعه دیگر است. اما ما آنچه را که در دل میپروریم همان را دیدن میخواهیم. فریب های خورده همان نیز عیان میگردند. حالا درس امروزه همان را خاتمه میدیم بچه ها. بعدا برایتان یک سنجش دیگر پیشکش میکنم. برای کودکهایم اومدم.